سلام بچه، خوش اومد به این ویدیو خفم. بچه ببینین، تا حالا فکر کردید که برید تو ماینکرافت اصلا عین خیالتون نباشه یک دفعه، یعنی تا میایید ماینکرافت پر دایموند شید؟ بیایید تا بهتون بگم چجوری. به نظر من این راه بهترین راهه، اصلا باورتون نمیشه واقعا رازی تو این ماینکرافت وجود داره. خب میری تو بازی، من هر مودی بخواید همینجوری. من مثلا میرم تو مود اول، فرقی نمیکنه مودا، وای میسیم تا مود بالا بیارم. اوکی، داره مود بالا میاره، مود بالا میاره. خب مثلا ما میایم تو بازی، وایسید. یعنی این خیلی عجیبه و چون بدون اینکه هیچ کاری کنید بازیتون رو بکنید 1 2 و 3 لایه بازیتون رو بکنید. چی پیدا میکنید؟ یه صندوقی که پر از دایمنده. ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید، دمتون گرم. فعلا تا ویدیو بعدی، خدافظ.